بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. سؤال این است که آیا جایز است که یک طالب علم شرعی، طالب علم اهل سنت و الجماعت با اهل بدعت همکاری بکند و در شبکه‌های تلویزیونی یا که در شبکه‌های رادیویی اهل بدعت که در همون شبکه غیر از این طالب علم دیگر محرمات بمانند موسیقی کردن و رافضه آوردن و دموکرات طرفداری کردن هم میشود، آیا جایز است که طالب علم در همونجا کار بکند؟ بارک الله فیکم. خواه خواهر باشد خواه برادر، اولا ما میگوییم که ما به هر یک طالب علمی که یعنی غمی دعوت دارد، امید دعوت دارد، حرکت دعوت دارد، طرفدارش هستیم، دعا میکنیم الله برکتش دهد، کوشش بکند. خواه خواهر باشد خواه برادر، حق دعوت همه دارد و دعوت به همه یک طالب علم از فرض است. و اما در مسئله اینکه خواهر است آوازش ما بگیم که یعنی عورت است و آوازش رو برآوردنش ممکن نیست، این چیز درست نیست، این سخن اهل بدعت است. بلکه هر زنی که قدرت به دعوت دارد، علم دارد، به صدایش دعوت کردنش این جایز است و این مسئله شرعی هست. و غیر کسی که از غیر این صحبت میکنه میگه که دعوت کردن زن جایز نیست، زن نباید دعوت کند، آوازش این باید پنهان کرده شد، عورت است، این سخنش غلط است، خطا است. ما از این جهت هیچ کسی رو یعنی نمیگیم که خطا کرده است یا که بدعت کرده است، میگیم اهلا و سهلا، در حقش دعا میکنیم که دعوت بکند. این قول راجح است. اما در مسئله که ما صحبت میکنیم مسئله دیگر است. یک طالب علم مرد است یا زن همراه اهل بدعت یا که در شبکه اهل بدعت دعوت بکند، آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. بله، وقتی که به قرآن و سنت نظر میکنیم میبینیم که به درون مشرک ها در آمده، به درون اهل بدعت، به درون فسق و فسوق داخل شده، به اونها سخن حق را گفتن و از اونجا بیرون شدن، این امر شرعی هست. برای همین اگر یک طالب علم بیاید به شبکه اهل بدعت براید یا کفری براید، حق بیان کند و به اونها آمیخته شده، همراه شده، همکار به اونها نشده بیرون براید، جایز است. اینش هم باید دانیم. اما مسئله ما اینجاست که همکار اونها شود، به شرط اونها راضی شود که فقط مسئله آداب سخن میکنید، اخلاق سخن میکنید، اما این مسئله ها به صحبت نکنید. عقیده به این رادیوی ما به عقیده به راه نیست، شرک به گپ زدن به راه نیست، اهل بدعت به گپ زدن به راه نیست. دین ما دین تبسم است، دین ما دین گریه و یا که آداب اخلاق است، تمام دیگر دین نیست. همین به موافق شود و درایت اهل بدعت دستگیری کند، البته این حرام است، جایز نیست. حرام است، جایز نیست به یک اهل طالب علم اهل سنت که همچنین بکند. دلیل از کجاست؟ دلیل از اینجاست که اولا الله سبحانه و تعالی میگوید و قد نزل علیکم فی الکتاب، به تحقیق ما در کتاب به شما نازل کردیم که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، زمانی که شما دیدید در یک جای، در یک مجلسی که خو شبکه باشد، خو یک مجلس باشد، خو نشست باشد، در یک جایی که شما هم همجا همراه هستید، دیدید که آیات‌های الله کفر ورزیده میشد، انکار کرده میشد، شریعت الله بعضش قبول و بعضش انکار کرده میشد، این دیدید که شریعت الله استهزا کرده میشود، بعد از این چکنید ما در قرآن نازل کردیم که بر همونجا هم نشست اونها نشوید، همراه اونها نشوید، باید ترک بکنید. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ فلا تقعدوا معهم، با همراهی اونها ننشینید. یک شبکه و یک رادیویی که در اونجا 23 ساعت از 24 ساعتش 23 ساعت یا که از 24 ساعتش 20 ساعتش موسیقی است، فقط موسیقی مونده شده است، یک 15 منت شما در امر معرفی کنید اعوذ بالله، عیناً همین وقت داخل میشود. چخیلی که در کتاب شرح السنه شیخ البربهاری، در کتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه اصول اعتقاد اهل السنه واللالکایی و دیگر علما میگن که در همه جاهایی که سخن اهل بدعت است شما سخن نکنید. یعنی مجلس اهل بدعت است و ها شوخی کرده میگردد، شما هم همینجا در مده یک کمی سخن کرده با قطعی منها همکاری منها شدن جایز نیست.
بارک الله فیکم هم نشست اونها شدن در شبکه یا که در غیر شبکه. پس فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو اینکه به دیگر حدیث بازگردند، به سخن حق بازگردند. انکم اذا مثلهم، اگر شما همراه اونها همکاری کردید، کفر اونها فهمیدید، بدعت اونها فهمیدید، لیکن شما انکار نکرده، با همون تبسم و با همون آداب اخلاق گفته رفتن گرفتید و جانب اساسی دین نگفتید و اونها به بدعت انکار نکردید، گویا که بدعت اونها حق است و درست است، دانید که شما مثل اونها هستید. انکم اذا مثلهم، اگر همراه اونها شدید، هم نشست اونها شدید، اونها ترک نکردید، حق بیان نکردید، شما مثل اونها هستید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، الله منافقین و کافرین همشه به جهنم جمع میکند. پس این آیت دلیل است که ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت هیچگاه با همراهی اهل بدعت هم نشست و موافق، یعنی در یک مجلس با اونها موافق شده هم نشستی نمی کنیم. ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت یک شبکه‌ای که یک رادیویی که در اون رادیو کفر گفته می شود، دموکرات گفته می شود، طرفداری دموکرات گفته می شود، رافضه هم همونجا در کار شود گاب میزند، همونجا به 24 ساعت موزیک هم هست، در اومده 5 منوت درباره آداب اخلاق گاب نمیزنیم. اگر در اویم هم توحید گاب میزنیم، اینو حرام، این کارهای حرام بودنش بیان میکنیم، بعد از این میبریم میگیم که همین کار ترک کن، بعد صحبت میکنم، دیگر صحبت نمیکنم، حق بیان میکنیم. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فاصدع بما تؤمر یعنی هر آن چیزی که از جانب الله به گفتنش امر شده ای آشکار کن، حق آشکار کن، رو بر روی همون مبتدع و مشرکین و کافرین حق بگو. حق قبول کرد دوامش میبریم، تقبل نکرد نمیبریم. اما هر روز دیده و دانسته با همکاری کردن حرام است. این یکم دلیل است. از همین جهت هر طالب علمی که امروز اینها است خطا میکنند، میگه این نصرت بدعت است. و دومین حدیثی که دلیل ما حدیث برای ناجایز بودن این کار، حدیثی که از علی رضی الله عنه روایت شده است که امام مسلم در صحیح مسلم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لعن الله من لعن والدی، لعن الله من ذبح لغیر الله، لعن الله من آوى محدثا. در یک روایت در مسند لعن الله من احدث حدثا او آوى محدثا، لیکن امام مسلم روایت شما فقط لعن الله من آوى محدثا. الله لعنت کند، گفتند پیامبر صلی الله علیه و آله و الله لعنت میکند هر کسی رو که معوای اهل بدعت باشد، کمک کننده اهل بدعت باشد. ما شرح این حدیث به نظر میکنیم، شرح این حدیث به علمای اهل سنت به نظر میکنیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه، محمد عبدالوهاب، نووی، ابن حجر و دیگر علما به مانند این چنین سلیمان ابن عبدالله، عبدالرحمن ابن حسن علامه اهل سنت و الجماعت و سلیمان ابن سحمان، سلیمان ابن حمدان، اینها میگن که و حتی ابن سیمین هم نظر کنید زیر همین حدیث میگن که یعنی نصرت اهل بدعت دو نمود است، یعنی کمک اهل بدعت دو نمود است و بعضشون یک چند نمود است. میگن این یکیش همین است که همونها میبینید بدعت کرده است، بدعتش رد نمیکنید، باز به همونها همکاری میکنید، همونها که هم نشینی میکنید، همونها به تبسم میکنید، بدعتی اونها روش به انکار نمیکنید. انمین نصرت بدعت، انمین یکی از طرفداری بدعت است. برای اینکه الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 159 اگر خطا نکنم ذکر میکند که حق باید گفته شد ولا تکتموا، یعنی ما حق بیان کردیم شما پنهان نکنید. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بينا للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله لعنت میکند حق پنهان کردن، یعنی باید حق به روی اهل بدعت، بدعت چی و به بدعت گفته شد. کسی که بدعت نگفت همون طرفداری کرد، یعنی همین هم یک طرفداری است. بدعت چه نگفت به اونها تبسم کرد و همراه گشت، همین هم یک طرفداری است. میگن علما اهل سنت در جماعت، البته اهل بدعت نگفته است. دومین نمودی طرفداری همونها که در یک مجلس نشستن. سیوم طرفداری همونها به نصرت دادن به این که مردم به حق همونها بیان نمیکنید، حقیقت بیان نمیکنید، همونها قطعی صحبت میکنید، رادیو همونها به کار میکنید و مردم فکر میکند که شما هم از جمله همونهایید و مردم میدوند که شما 10 سال 15 سال خوندید و به سبب شما اهل بدعت به مردم پیرو میشود. به سبب شما مردم اهل بدعت به پیرو میشود، شما سبب میشوید. شما که حق بیان نکردید، باز قطعی همونها در یک جا همکاری کردید، مردم فکر میکنند که بله این حق است، برای اینکه شما 15 سال خونده هستید.
و دیگرش این که به منها مبلغ دادن، به منها هم فکر بودن و غیره و غیره. الله سبحانه و تعالی این لعنت کرده است. این حدیث 100% دلالت میکند که هر کسی که بدعت میکند خطری بزرگ است و هر کسی که به یک راهی کمترین باشد هم اهل بدعت به کمکش رسد، این هم در خطری بزرگ است و این لعنت الله است. اگر این در مدینه منوره باشد، هم لعنت الله، هم لعنت ملائکه، هم لعنت تمامی لعنت کننده است. چخیلی که این حدیث هم از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت است که این اگر از مدینه استفاده کنید بو بدتر است. در مدینه بدعت و طرفداری بدعت باز وضع است از غیر از بیرون از مدینه. هر کسی که بدعت میکند و بدعت کارو به یگون یوردمش کمی میرسد، این لعنت الله به گرفتار شد. پس ببینیم همون طالب علم هایی که امروز به حزب نهضت همکاری میکند و غیر این حزب به همکاری میکند، بله خدمت میرسد، خدمتش میرسد، هزار نگویدم میرسد. برای اون که یکم مشکلش این که چرا نمیگوید که شما در همین رادیوتون 24 ساعتتون 23 ساعتتون موسیقی است، موسیقی حرام است، تو موسیقی بس نکنید، حرام بودنش اقرار نکنید، من امروز شما کار نمیکنم. چرا نمیگوید که در این یعنی برنامه‌تون دموکراسی ترک کنید و غیر و غیر دیگر شرکیات. برای من طالب علم اهل سنت و جماعت وقتی که همراه اینو شد، این معناش همین است که گویا که دعوت کردید، شما گویا که دیگر انسان‌های به نشان دادید که همین راه حق است. از همین جهت ما میگیم که طالب علم اهل سنت و جماعت باید یک راهی خودش، برنامه خودش که موافق قرآن و سنت هست داشته باشد و الحمدلله راه دعوت زیاد است، به دیگر راه دعوت رساند. بارک الله فیکم. مقصد شهرت یافتن نیست، مقصد رساندن حق است. حق به قدر استطاعت است. بارک الله فیکم. اما در مسئله ما گفتیم اوواز پرابلم است نیست، اوواز شما صحبت نمیکنیم که البته زن هم میتونه دعوت کند به اوزش. بارک الله فیکم.